گپ ندارم خاین. آقا صاحب گپ گوش که باز گپ بزن. میفهمی که مملکت در چی حال است؟ تو کثیف میلیون ها را گرفتی و اونجا به طالب میگی که من ولایت برات تسلیم میکنم. تو یک را گپ گوش تو کن. فکر کردی که دستای ما در پشت سر ما بسته است و ما جنایتکار جاسوس میمانیم که وطن سرنوشتش سودا کنه؟ نشستیم. 1 ساعت من برات وقت میتونم که از عمل شومت پشیمانی بکنی. خدا و راستی اگه گرفتمت قرقرتک تا میخورم. بند به خال شاهی نقش بند، مکتب بند، پانتون بند، بانک بند، کلاب بند، اتن بند، موسیقی بند، خوشحالی بند، ادارات بند، کارونه بند، پاسپورت بند، وکالت بند، وکالت خط بند، کواله بند، سردون بند، سفارت بند، میله بند، شز و وطل بند، سفر بند، سلمانی بند، نفری بازی هم بند. اوهی نه نفری بازی نبند، هرکس بندش کن از بیخ بند. چی میخوایی؟ نداریم. حق داری هرچی داری دل بند. هیچ با گپ نمیفهمی. چی بند داری؟ تیر تنه بیار، کمرت بند، گردنت بند. چشم سفید کجا شدی؟ بیا نه کل دودای سماوات خانه را گرفته، کلکینا را بسته کو. این اسپندی آمده نمیره. کو که گمشه تو دلت مختصر شده، بیا ایسا گمشه. چی که پس او بچه تو شرم یا نداری؟ اگر ما بند شروع کردم باز میفهمانمت. هیچ بیا جی دست ما بند. یکم شم که بر کار کو. این مسئله تو پدر کلانم از بیر کند. او بچه می رنگ تو را 1 ثانیه دیگه نبینم که به خدا نسل بندت میکنم. در خدمتت است. ثبت چینل یوتیوب میشه و اینمی لحظه ریکارد است دیگه همه گپای. با یک گفتنی ما با آقای خود داشتیم با پدر اومد. خب پدر جان کجا است؟ همینجا است. خب کابل است. که ما سابق میگفتم ما 5 زن میگیرم 6 زن میگیرم. آمنی دنیا بسر نیست، لودگری آدم کشیست، آمنی وطن جور کردن نیست. آمنی دیگه این تو کارا سوازگا میبینی رنگ میبری. رنگ نبر که زود سرت سفید. حالا سر ریش خسافه شده سینه. 10 بار تیرت میکنم هیچ گفتی نیست. اما دیگه دمی خدمت ملت هستیم. 20 بارم میشه، 30 بارم میشه که گشت گذار میکنم. 1 نفرم میام تیرش میکنم، 10 نفرم بیا کیرا داشته باشه کیراش میگیرم دیگه. چی خدمت کنیم؟ صادقانه. اگه زمانی که تو ساز میزدیم ما رقصیدیم، خدا کنه اون زمان برسه که ما ساز بزنیم رقصیدن بلد باشی بیادرم. صبح از خواب خیستم رفتم تشناب. دیدم که یک دانه سفید چهره اما تو زبان خود کشید. ما گفتم تو چرا میکنی؟ همه تو. ما گفتم چرا اینه تو میکنی؟ گفت اینمی کارم هسته. زاده صاحب، فساد گسترده در بین پارلمان نیست، فساد گسترده در حکومت است و وکیل صاحبا هم اگه اینجا ششته وکیل صاحب غیر از معاش خود که میگیره دیگه کدام چیز امکانات به دست ندارن. زمزمه کنه برای او آوردیم از اودان خیمه زدیم در میدان زیر خیمه کی باشه نام چیه لالا جان؟ لالا جامعه جان قماندان نه آمدیم از رای رشید دختر آسرمه کشید یکی شب بغل کردیم آقایش تفنچه کشید. نه خوار ما گفتم به بیا نامدی دیگه اینجا دیگه خوار رفت ما در اخته یک دیگه کالوچه چندم دیگه اینجا آوردیم این نمک ما خوار آلوچامه دیگه اینجا خوار جایت خالی خودم میخورم. گفتم به بیا خود نامدی خوار چی کنم که در ایران سبیل مانده خودم ما کم گیتی ما. چند ساله شده این چوچه خر؟ چوچه خر 6 ماه شده. 6 ماه شده؟ چقدر کلان است بخدا. بازی چند ساله شده که خر میشه؟ یه 3 سالش بار میشه. 3 سال پس 3 سال پس خر میشه باید 3 سال پس این چوچه خر میشه. دوسته عزیز حال خاطر است بله. برای پیش مادر برای آفرین. نه خوار ما گفتم به بیا نامدی دیگه اینجا دیگه خوار رفت ما در اخته یک دیگه کالوچه چندم دیگه اینجا آوردیم این نمک ما خوار آلوچامه دیگه اینجا خوار جایت خالی خودم میخورم. گفتم به بیا. سلام کاملا خوار خوب هستی جان جونه بخیر هستی؟ مسافری بخیر دیر میشه؟ دخترها بچه ها کلگی خوب است؟ شوهرت خوب است؟
خوار حالا چرا به میانیزگل خوارت یک زنگ نمیزنی؟ میگی باشم یه وال خوار من بگیرم که می خوارم ده چی وضعیت از چی حال داره چی حال نداره اونمو ایران قرار گرفته ششتی یک اول خوار تنی میگیری خیلی نازی و دماغی شده خوار یک زنگ بزن اول خوار تا بگی 4 از دنیا از مرگ از مردن است اول خوار تا بگی خوار. سلام شاه جان خوار خوب هستی جان جوره بخیر هستی دخترها بچه ها کلگی خوب هستن وای از آقایمشان اول داری خوب هستن زنگ میزنن باش خوار که در خانه شتگی بودم بیخی دلم به کفی دهن آمد در این ملک مسافری خوار گفتم یک دفعه بیرون برایم زنگت بزنم خوار که گه بزنم نیم بیرون آمدیم بیخی دلم به کفی دهن آمد خوار در این ملک مسافری دیداری مسافری در گر خوار دل آدم بیخی در این ملک مسافری میکفه انار دانه نداره اناری بدانه حسابای نماره همین انار میگن؟ آخه چی دیگه گفتیم قصه از انارا قصه داره 10 سال دیگه من شما که اگه زنده بودم کتی نمی انارا میبینیم فقط لباس های تبدیل میشه فقط اصلا دل ما بد کرد از شاور گرفتن خیلی شاور بد رنگ گرفتن من شاور مقبول میگیرم خدا جان خیلی مقبول باشه از من خودت میفهمی دیگه شاور ما دیگه اثر از اینا که خوب باید سر باش یه خودش هم چندان دختر نبوده کلن تلا پر شوه ساق دست خود پر از تلا میکنه من گوشتر گردن بند پای زیب چی بگه گوشوارا چی بگه امی تو در گردن خود تایتم امی تو کنم اما بسوزن در بگیرن خدا جانا. بله او مرزکه کجا گم استی تا حاله؟ سلام بابای اولادا خانه بابایم شانه هستم چند دقیقه بعد خانه می آیم. خی پس تو بیا یک دفعه خانه که بابای تا صبح در خانه منتظر تو شیشته. ان خوارک رفتم صبحی وقت پیشم ملا سر کوتل یک آله بود خوارک جایی نبی بشینی یک سو گرمی رفتم خوارک یک شویزی چیزی به می آقای به اولادا یکی به این بچه بگیرم گاه و بیگاه سر هرچی خوار جان جنگ میکنن یک روزی رم میندازن روز سگی رفتم گرفتم خوارک یک شویز به آقای اولادا که اینو ببویمشان یک لبری میکنه این مرده که مره به یک ویسه میکنه پیش ببویمشان بابا کم کار که دیگه نمیایم خانه بچیم کشید این تو کارا میکنه سر ما اگر رفتم خواره تو میگه خوارم خبر من میگیره خواره دین تو روزا بندانده خوار جون هید نمیفهم بیخی سرم بسته کده ایست تا شود دست سر دردی خوار جون اصلا دل ما بد کرد از شاور گرفتن خیلی شاور بد رنگ گرفتن من شاور مقبول میگیرم خدا جون خیلی مقبول باشه از من خودت میفهمی دیگه شاور ما دیگه اثر از اینا که خوب باید سر باش یه خودش هم چندان دختر نبوده کلن تلا پر شوه ساق دست خود پر از تلا میکنه من گوشتر گردن بند پای زیب چی بگه گوشوارا چی بگه امی تو در گردن خود تایتم امی تو کنم اما بسوزن در بگیرن خدا جانا. ای شیر آقا تو از اولاد تالی نکردیم های فقط اگه خاری و زامتی که کشیدیم چون اگه کایت کپا کپ شد خشت برده دستکایت شورید کرده چیگانی کده دیم اولاد ما کلان شد به درد ما بخوره ده پسک پیری یک هفته اگه کلده دست ما تنه جور اگه کالای ما رو بشوید رفت زنکم خدا گرفت رفت گوشه به کناره دیگه که باشه از مادر پدر بیده کپا خود دور باشن اینی هم بود تاولاد نه فقط خاری و زامتی که سر ازی کشیدیم ایشو تاولاد مادر من تو عشقی نور چشمی کعبه من پناهی تکیه گاهی قبله اینه دیگه خوارک و تو که درد دل نکنم و کی کنم خوار جان اینه ببویمشان که میمانی میاین خانه ما اگه او گپا یک خوشیم داشت پس خانه میزنه به ببویمشان اینه بشنونده ده زندگی درک خوار تا واسه میکنن قطع بر میکنن خوار جان
راستی خیلی دلتنگ بود به خاطر تو قریب بود که من دیگه بستونم نه یک دیگه با نظر دیگه فدای چشمایت شوه برای من فقط خودت مهم است نی پولت مهم است نی ثروتت خانه کاگلی را که تو ترجیح میکنم بابا کم رفته خدا در ملکای مسافر کردی بابا جان میبودی چهار گردت نواسه گاید میبودی یک ذره دلکت دیگه میشه بابا جان پشتم زدن های که نواسه را میزدی تق شدیم بابا جانم در سرک سفیدت رفتی خدا مسافر کردی در ملکای مسافری دور از دیدارت بابا جان حالا یاد بگم همین خوشوا که خواستگاری میاین میگه بابا که شگفت خانه تو با شگفت خانه من اینا یک ما بعدم که خانه ما میرم سنومم سایل اصلا که چون گب زدن میشه میگه تو که خانه بابیت خوش داشتی تو اینو میگی قرارم خانه بابیت میشیشتی اینه دستایم بیخی سنگ پای جور شده چه از دست ساغان دهیدی چشم پت میکنم یک تا شویدانم سر شب میفتخر زده تا آدم صبح در کار که شب با میگه حالا بده از که در خانه مردم میرفتم کار میکنم روز 300 خو میدانندم ای زندگی چطور کنم اینا بگه کایم رفتی خدا مسافر کردی یکی در لندن دیگه در کانادا چی به درد میخوره و پیسه که دوش زندگی تان خرابه چرت فکر داشته باشی اینجا میبینیم یک تا غیبت میکردیم یکی دل ما روشن میشد مرا تک تنها مانده کجا رفتی شما ای قربانه که نان و چای خانه ما چطورم خانه پدر آرام بودیم خانه خساری سو بده و کارگو سو بده و دانت با میمانه یک دقیقه تلفون گرفتی شما شانسونت میمانه که هیچ کار نمیکنه غیر میشینه و تلویزیون سعی میکنه حالا که جانم برآمد نه خوار گفتم به هیبیا نامدی دیگه اینجا دیگه خوار رفت ما درخته یک دیگه کالوچه چندم دیگه اینجا آورده این نمک کامه خوار آلوچامه دیگه اینجا خوار جایت خالی خودم میخورم گفتم به هیبیا خود نامدی خوار چی کنم که در ایران سبیل مانده خودم دلم بسیار درد داره بسیار زیاد دلم بسیار درد داره بسیار زیاد بشته وطن دق شدیم چی بگیم دیگه یا بسیار درد داره زنکم اردکه راید نداره که برای دگوش ویس میزنین یا برای نه برای او بچه این چه رقم موی است که تو ماندی یکی خراسواری معلوم میشی تو نمیشرمی با پدرک چشمتون آلت پدر جانی امی رقم مود است کلگی امی رقم موی خوره میزنن جمع کو خدا جمع کو امی بکس آمد دادانت باز میفهمی سو پاک میری تراشش می خودت هستی؟ چطور هستین؟ کجا هستین شما؟ قلعه فتلا با ما گزارشات پای در پای که سرش هیچ نو شک نداریم رسیده که خودت قوا را تشویق میکنی که تسلیم شو خب خیر باشه باز ما شما میفهمیم در باره اگر نمیال توقف ندادی خب و پس هدایت ندادی که بد کردیم صحیح یادت باشه که جهنم روانت میکنم با ذات قرآن ما بیگناه ما کدت گپ ندارم خاین آقا صاحب گپ گوش که باز گپ بزن میفهمی که مملکت در چی حال است تو کثیف میلیون ها را گرفتی و اونجا به طالب میگی که من ولایت برات تسلیم میکنم تو یک را گپ گوش کن فکر کردی که دستای ما در پشت سر ما بسته است و ما جنایتکار جاسوس میمانیم که وطن سرنوشتش سودا کنه نشستین 1 ساعت ما برات وقت میتم که از عمل شومت پشیمانی بکنی خدا راستی اگه گرفتمت قرقرتک تا میخورم بند به خال شاهی نقش بند مکتب بند پانتون بند بانک بند کلاب بند اتن بند موسیقی بند خوشحالی بند ادارات بند کارونه بند پاسپورت بند وکالت بند وکالت خط بند کواله بند سردون بند سفارت بند میله بند شز و وطل بند سفر بند سلمانی بند نفری بازی هم بند اوهی نه نفری بازی نبند هرکس بندش کن از بیخ بند چی میخوایی نداریم حق داری هرچی داری دل بند هیچ با گپ نمیفهمی چی بند داری تیر تنه بیار کمرت بند گردنت بند چشم سفید کجا شدی بیانه کل دودای سماوک خانه را گرفته کلکینا را بسته کو ایج اسپندی آمده نمیره کو که گمشه تو دلت وقت سر شده بیا ایسا گمشه چی که بس او بچه تو شرم یا نداری اگر ما بند شروع کردم باز میفهمانمت هیچ بیا جی دست ما بند یکم شم که بر کار کو این مسئله تو پدر کلانم از بیر کند او بچه می رنگ تو را یک ثانی دیگه نبینم که به خدا نسل بندت میکنم